فضای امیدوار کننده فیلم آغوش باز باعث شده رنگامیزی روشنی در سکانس‌ها مشاهده کنیم. وجه اشتراک سه زوج اصلی قصه فیلم گمگشتگیه. تم گم شدن رو از سه زاویه دید در این سه داستان میبینیم. بهروز شعیبی به عنوان کارگردان تعلیق جالبی در اپیزود کاراکترهای مهدی هاشمی و احترام برومند ایجاد کرد، چون در مواجهه اولیه‌مون با این زوج متوجه فراموشی زن قصه نمیشیم. عنوان آغوش باز اشاره به کمک کردن انسانها در مواقع سخت داره که در طول روایت داستانی فضای حمایتگری برای کاراکترها رخ میده. پایان این فیلم به دور از تلخی و شاهزادگی رقم میخوره و در پایان حس امیدواری در نگاه تمام کاراکترها میبینیم. تلفیق ملودرام و کمدی موقعیت در سکانس‌های فیلم به درستی طراحی شده. تدوین موازی این فیلم همجهت با سه داستان اصلی سناریو شده. در یک سوم پایانی فیلم سه داستان اصلی به سرانجام میرسن. فضای مینیمالیستی فیلم آغوش باز اشاره به در لحظه زندگی کردن رو داره. بهروز شعیبی در عین سادگی قصه متفاوتی در روایت محتوایی سناریو به تصویر کشیده. بازی‌های متفاوتی از احترام برومند، گلاره عباسی، حامد کمیلی و مهدی هاشمی در نقش‌های اصلی می‌بینیم. خیلی ممنونم که ویدیو تا انتها مشاهده کردید و خیلی خوشحال میشم ویدیو لایک و کانال رو سابسکرایب کنید.